دجال کیست؟ دجال مردی از انسان هاست که در آخر زمان ظهور می کند و بزرگترین فتنه تاریخ بشر را به پا می کند. او ادعای خدایی می کند و با فریب‌ها و نمایش‌های شگفت‌انگیز بسیاری از مردم را گمراه می سازد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هشدار داده‌اند که از زمان خلقت آدم تا قیامت فتنه‌ای بزرگتر از فتنه دجال نخواهد بود. دجال پیش از نزول حضرت عیسی علیه السلام خروج می کند و آغاز حرکت او از سمت مشرق است. در برخی روایت‌ها از ناحیه خراسان و در برخی میان شام و عراق ذکر شده است. مدت حضور او در زمین 40 روز است. روزی مانند 1 سال، روزی مانند 1 ماه، روزی مانند 1 هفته و بقیه روزها مانند روزهای عادی. او مردی جوان و تنومند با موهای مجعد است. چشم راستش معیوب و برجسته است و میان دو چشمش نوشته شده کافر که هر مؤمنی آن را می‌خواند، چه باسواد باشد چه بی سواد. از فتنه های او این است که به آسمان فرمان می‌دهد باران ببارد و می‌بارد. به زمین فرمان می‌دهد گیاه برویاند و می‌روید. گنجها را بیرون می‌آورد و چیزی شبیه زنده کردن مرده را نشان می‌دهد. اما همه اینها آزمایش الهی است و قدرت خدایی واقعی ندارد. او نمی‌تواند وارد مکه و مدینه شود و فرشتگان از این 2 شهر محافظت می‌کنند. در نهایت حضرت عیسی علیه السلام نازل می‌شوند و دجال را در سرزمین فلسطین از میان می‌برند و فتنه بزرگ او پایان می‌یابد.